ozodgoh kanali erkin rivoyat, maslaki qarash shiori bilan madaniy va adabiy sohalardagi bir qator taniqli shaxslar va hukumat mas'ullari ishtirokida Kobul shahrida rasmiy shaklda ishga boshladi. Ushbu tarmoq Sibg'atulloh Sipehr va Najibulloh Daqiq hamda mamlakatning bir qator boshqa jurnalistlari tomonidan yangiliklarni yoritish, xabariy tahliliy dasturlar, ijtimoiy dasturlar, ayniqsa podkast va adabiy dasturlarga e'tibor qaratadi. Ochilish marosimida ishtirokchilarning bir qanchasi ushbu kanal faoliyatining boshlanishidan xursand ekanliklarini bildirdilar. Sibg'atulloh Sipehr ozodgoh tarmog'ining asoschisi ushbu dasturda ommaviy axborot vositalarining o'rni haqida shunday deydi. ما فقط به این امید پا به میدان حداقل به کمک شما گذاشتیم که با شما به خیر به این مسیر پیش بریم، با مشوره شما، با نظریات شما کمک کنه که این آزادگاه تریبیونی برای مردم شود. Shu bilan birga Najibulloh Daqiq ushbu kanalning asosiy maqsadi maslaki faoliyat ko'rsatish hamda mas'uliyatli so'z erkinligini ta'minlash ekanini ta'kidladi. ما باور داریم که آگاهی نخستین گام آزادی است. اساسی ترین نکته‌ای که به عنوان ارزش برای ما برای آزادگاه بسیار مهم است اویی است که حقیقت‌گرایی رسانه‌ای، حرفه‌ای‌گری رسانه‌ای و آزادی بیان مسئولانه. آزادی بیان مسئولانه با این دو تا ساختار دیگر میتونه که به عنوان ارزش کلام برای ما تعریف شود. Afg'oniston ozod jurnalistlar uyushmasining raisi Hujjatulloh Mujaddadiy hozirgi sharoitda ozodgoh kanalining tashkil etilishini axborot yetkazishda samarali manba sifatida baholadi. خلاق یک تیمی که از نخبه های رسانه‌ای هستند، از سپهر صاحب، دقیق صاحب، اندیشور صاحب و یک تیم تکنیکی و کمره‌ای را که در اینجا می‌بینم واقعا کسایی است که ما را برای آینده امیدوار می‌سازند. ما با تمام توان آنچه وظیفه ماست و آنچه در توان داریم در کنار از اینا هستیم. Shu bilan birga Ichki ishlar vazirligining so'zchisi Abdulmatin Qoney ozodgoh kanalining tashkil etilishini olqishlab, ushbu tarmoqda axborot yetkazishni kengaytirish tarafdori ekanini bildirdi. البته یک نوید خوب است که کسانی که واقعا معنای ژورنالیست و مسلک مقدس ژورنالیسم را تاکید میکنند، من چون بیشتر اینها را میشناسم همیشه دیدم که زبان آزاد و گفتمان حقیقت بوده. امیدوار هستم که سر ارزش ها و روایات کار کنه که ریشه در فرهنگ های بومی و ارزش های دینی و میهنی وطن ما شده باشه. در کشورهایی که میگوید رسانه حرفی اول را میزنه، میتواند در 10 دقیقه یک نفر را از آسمان هفتم به زمین بکشد و یا از زمین به آسمان هفتم ببرد. غوښتنه او سپارښتنه مو ده چې په سوشل میډیا باندې توجه وکړي او د داسې افراد او اشخاصو چې د افغانستان د فرهنګ، افغانستان د کلتور، افغانستان د عنعناتو، د افغانستان د نوم د بقا د ساتلو لپاره کار کوي، هغه تاجک دی، هغه ازبک دی، هغه ترکمن دی، که د افغانستان دی، د بدخشان د فامیلي څخه هم دی، منندوی وي، ملاتړ یې وکړي. It's actually a platform towards success, professionalism, and also for being a very independent voice in our country, in a situation where our voice cannot be heard. I wish this platform will lasting success, as their slogan says, independent voice. May their voice be independent, and their vision and their view professional. Ommaviy axborot vositalar sohasidagi bir qator mutaxassislarga ko'ra, rasonalar xabar yetkazishlari yonida madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish yo'lida ham harakat qilishlari kerak. مهمترین نکته در کنار ابداع رسانی فرهنگ سازی است. تولید اندیشه است. اگر ما اندیشه تولید نکنیم، ما کاری برای تعالی فرهنگی نکردیم. تیمی که با خود دارن دو تا خصوصیت در این تیم است. یکی که
اشخاص متخصص و وارد بر مسلک خود هستند و دوستای بسیار صمیمی هستند. و رسانه تنها پلتفرمی است که میشه خیلی کاراتر از هر پلتفرم دیگر، از هر تلویزیون دیگر به آزادی اندیشی، به حقوق دیگران اندیشی، حقوق فریاد زد و نه به دست آورد. ستاسو مخاطب نن یو اعتماد ورل سرچینه لټوي او ټیم لټوي چې دوی ته واقعي خبرونه وکړي. نشته. ولې تاسو نشئ؟ یعنې دا یو ښه فرصت ده چې د اعتماد وړ منبع وګرځي. رسانه‌ها میتونن واقعا در شکل‌گیری افکار یک جامعه، یک مملکت و حتی جهان نقش بسیار اساسی را داشته باشند. Aytish kerakki, Ozodgoh kanalining ko'rsatuvlari Forsi, Pashto va O'zbek tillarida ayrim tarmoqlar orqali tarqatiladi.